سلام، با اخبار امروز پنجشنبه دوم فوریه من طاهری سفر با شما هستم. در ابتدا نگاه به عنوان چندی از مطالب برنامه. ساکنان تاجیکستان و ازبکستان انتظار از بین برداشتن روادید و رفت آمد آزاد میان دو کشور هستند. به نزد خواهرم میروم. 10 سال باز او را ندیدم، چون فقط 10 سال پیش اومده توانستم و تمام. مقامات انتظامی تاجیکستان هروئین و تریاک و دیگر نوع مواد مخدر را در حضور خبرنگاران نابود کردند. سال 2016 در اگنتی 1 تن و 498 کیلوگرم و در یک ماه سال جاری 430 کیلوگرم، یعنی در یک سال یک ماه اخیر قریب 2 تن مواد مخدر برای سوزاندن نیست نابود کرده شده است. پهلوان تاجیک در مسابقه داخلی امریکا پیروز شد و آرزو دارد ایالات متحده را در سبقت جهانی نمایندگی کند. چمپیونات جهان در ونگریا برگزار می‌گردد. من خدا خواد اینام امریکا میرم به همین مسابقه. تفصیل خبرها. نخستین بلیط ها به خطسیر دوشنبه تاشکند که قرار است روز 10 فوریه رسما شروع شود به فروش می روند. بلیط های پرواز را که شرکت سامان ایر انجام می دهد اساساً آنلاین یا از طریق اینترنت می فروشند و قیمت هر بلیط تقریبا $150 است. روز 10 فوریه ساعت 10 صبح پرواز را وقت ساعت 10:45 وقت پسند که وقت نشست وقت چی میگن فرود آمدن در ازبکستان است. همه وقت پرواز 45 دقیقه باشد. نرخش اکونوم کلاس نرخی که مثلا اکونوم کلاس میگن 1164 سومانی است. تاجیکستان و ازبکستان 25 سال باز ارتباط هوایی نداشتند و شروع دیگر برای پرواز هواپیماها ساکنان دو کشور همسایه را خوشحال کرده است، اما یکی از آرزوهای اصلیشان همچنان برداشتن نظام روادید میماند. میرزا نبی خالقزاد از یک گذرگاه مرزی در شهر ترسونزاده گزارش میدهد. اینجا ترمینال دوستی گذرگاه سرحدی تاجیکستان و ازبکستان است و ما در اینجا قرار داریم. تقریبا 1.5 ساعت اینجا ما حضور داریم و در مدتی که ما اینجا هستیم تقریبا هم شهروندان تاجیکستان و هم ازبکستان حدود 15 نفر و 20 نفر از اینجا به طرف ازبکستان عبور کردند و از اون طرف به تاجیکستان آمدند. این گذرگاه در منطقه پخت آباد تاجیکستان و سر آسیای ازبکستان قرار دارد. عبدالرحمن اوسانقلوف شهروند تاجیکستان تازه از نزد زن و فرزندانش که در ازبکستان زندگی میکنند برگشته است. میگوید مسئله اصلی در راه این مشکلات ویزا است که هنوز جاری است. 7 روزه دوشنبه میتیاد ویزا پیچت میزند. بعد ما اوسی میریم مثلا میریم دا چوتا میمانیم ازبکستان چخیل رایون چخیل области پیچت میمانیم. بعد تاشکент میریم. تاشکент میریم ویزا 6 ماه ویزا میجیقه در پاسپورت. بعد میام کجا زندگی میکنم چخیل رایون ده. بعد استاد پیچتا میماند. خاصیت ستار و یک شهروند ازبکستان ساکن شهر فرغانه بعد 10 سال اکنون امکانیت پیدا کرده است به دیدار خواهر بزرگش که در بیمارستان دوشنبه بستری است بیاید. ویزا را لغو کنند، راهها باز کرده شوند، رواهای مردم آسان‌تر خواهد شد. به من زنگ زدند که خواهرت در بیمارستان دوشنبه بستری است و من حالا از مرز گذشتم و به نزد خواهرم میروم. 10 سال باز او را ندیدم، چون فقط 10 سال پیش اومده توانستم و تمام. بختاور تقایف ساکن باباتاق سری آسیا میگوید اینک بعد 2 سال امکان پیدا کرد است که به نزد خویشاوندانش در ناحیه حصار بیاید. وی با یادآوری از وضع 2 سال پیش میگوید نظارت به حد شدید بود، هنگام تفتیش حجت ها ناباوری بود. نه خیلی مشکلی هم نیست، احساس نقضه نسبت پیشتر خیلی خوبه. امیدوار داریم که هم سرحدات ساز شوند، همش خیش تبارار خوار چی رفت آمدن گرفت ویزا هم مشروع شود. در گوشه از گذرگاه دوستی تاجیکستان قرارگاه تاکسی های خصوصی است. 10 ها راننده آماده خدمت رسانی مسافران ازبکستانی اند. اگر که با همین بین دو دولت مثل ویزا گیرن رفت آمد بسیار میشود، همه خوب میشود. مثل تجارت میکنه یک از تاکسی کار چی میکند خیلی بهبودی خوب میشود.
سرحد دولتی بین تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر درازی دارد. بر طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور از سال 2002 در مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه سرحدی بنیاد یافت. عین زمان رسما دو گذرگاه سرحدی اتومبیلی رجه کاریشان بین المللی دوستی در ناحیه ترسنزاده و فاتح آباد در ناحیه مسشاه ولایت سوخت برای رفت و آمد شهروندان و قسما برای حرکت واسطه‌های نقلیات باز می باشند. میرزا نبی خالقزاد امرالدین عالم، ناحیه ترسنزاده، دوشنبه، رادیوی آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 2 فوریه صدها کیلو مواد مخدر را در حضور خبرنگاران نابود کردند. بیشتر از 400 کیلو افیون، هروئین، تریاک و دیگر انواع مواد مخدر در آتشدان مخصوص آژانس مبارزه با مواد مخدر در شهر دوشنبه سوخته شد. سال 2016 در اگتی 1 تن و 498 کیلوگرم و در یک ماه سال جاری 430 کیلوگرم، یعنی در یک سال یک ماه اخیر قریب 2 تن مواد مخدر برای سوزاندن نیست نابود کرده شده است. مقامات ضمن گزارش درباره فعالیتشان در سال 2016 گفتند که در تاجیکستان از زمان تأسیس آژانس بیشتر از 17 تن مواد مخدر را مصادره و نابود کردند. به گفته آنها در سال 2016 فعالیت 62 گروه قاچاقبر و از جمله 4 گروه جنایی بین المللی به هم زده شد و بسیاری اعضای این گروه ها را دستگیر کردند. و سر میزنیم به روسیه. وکیل دفاعشان میگوید در واقع خدمات امنیت فدرالی روسیه 2 افسر سابق این نهاد و کارمند شرکت برنامه‌سازی کامپیوتری را به خیانت به وطن متهم کردند. ایوان پاولوف در این باره روز 1 فوریه به رادیو آزادی خبر داد. جنجال بازداشت 3 نفر بر رخنه شبکه‌های کامپیوتری امریکا ارتباط می‌گیرد که مناسبات بین روسیه و ایالات متحده را تیره‌تر کرد. 6 ینوری سال 2017 گزارش 3 نهاد امنیتی ایالات متحده آمریکا، آژانسی امنیت ملی، اداره فدرالی تحقیقات و اداره مرکزی اکتشاف یا CRU با پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ پیشکش شد. در آن روسیه و رهبران سیاسی این کشور به تشکیل رخنه‌گری در دوره انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا متهم می شدند. 1 ماه پیش از نشر گزارش مقامات روسیه 2 افسر FSB، سرگئی میخایلوف و دیمیتری دوکوچایف و همچنین خادم شرکت کاسپرسکی روسلان ستایانوف را بازداشت کردند. آن زمان روزنامه نووایا گازتا نوشته بود که این 3 نفر به نهادهای ایالات متحده آمریکا درباره رخنه‌گران روس اطلاع دادند و برای تهیه گزارش اداره‌های آمریکا زمینه فراهم کردند. به ویژه آنها درباره IP آدرس ها و سرچشمه رخنه معلومات دادند. شاید قضیه گروه هکری شالتای بالتای به این گروه ربطی نداشته باشد. از اینجاست که رهبر شالتای ولادیمیر انیکیف با اتهام دسترسی غیر قانونی به اطلاع بازداشت شده است. میخایلوف، دوکوچایف و ستایانوف که با انیکیف رابطه داشتند به خیانت عیبدار شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پسرش رستم امامعلی و شهردار دوشنبه امر داده است پایتخت را به تجلیل نوروز آماده کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری با نشر عکس‌های گفتگوی امامعلی رحمان با نمایندگان شهرداری و دیگر مقامات روز 2 فوریه گفت رئیس جمهور امر داد تا با وسعت دادن کارهای آبادانی و بنیادکاری پایتخت تاجیکستان را برای تجلیل جشن بین المللی نوروز آماده کنند. امامعلی رحمان روز 12 ینور پسرش رستم امامعلی را به جای محمد سید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه تعیین کرد. و وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کردند که به گفته مؤلفانش هدف از آن رشد صنعتی کشور است که با هر دو پا می‌لنگد. قانون سیاست دولتی درباره صنعت روز 1 فوریه در مجلس نمایندگان قبول شد و مؤلفانش گفتند سند نو راه را برای بنیاد صدها کارخانه خرد و میانه صنعتی در تاجیکستان هموار می‌کند. مردان محمد در صحبت با شریف رحیمزاده عضو پارلمان اول درباره ضرورت قبول همین قانون پرسید. ببینید کشور ما تا امروز کشور اگراری است. این معنی را دارد که در مجموع محصولات داخلی حصه ساحه اگراری زیاد است، 21 تا 23% و حصه صنعت پایان بود.
تا 9%، 12% و امروز تا 15% رسیده است. اساساً ببینید رشد مجموع محصولات داخلی در سال 2016 از حساب صنعت اساساً تامین شد، چون که در ساحه صنعت رشد مجموع محصولات 16% را تشکیل کرد، حالا که در ساحه کشاورزی تخمینا 5%، در ساحه مثلا خدمت رسانی ما 2.5% پایان روی داشتیم. و اگر ما میخوایم کشوری خوب پیشرونده باشیم، اگر ما میخوایم که آینده سطح و صفت زندگی بلندتر رو تامین کنیم، ما میخواهیم نمیخواهیم باید که رشد ساحه صنعت رو تامین کنیم و برای این پیشبردی سیاستی موفق و گوییم ثمرناک صنعتی لازم است که من امروز قانون قبول شد و اون حتما تطبیق اون باعث باز هم رشد صنعت در سطح بلند میگردد. در همین اجلاس تاکید شد که بنیاد کارخانه های بزرگ، چون کارخانه تولید سمنت و این کارخانه ها راه حل مشکل نیست، باید که صدها هزارها کارخانه خرد و میانه باید تأسیس شد و جاهای کار زیاد هم تشکیل شد. به نظر شما این امکان پذیر است در شرایط فعلی؟ البته یک بار کارخانه های زیادی صنعتی ساخته نمی شود. این رشد هر یک ساحه وابسته است به امکان های ما، وابسته به محیط سرمایه‌گذاری که در جمهوری تاجیکستان است. ببینید همه چهارراه رو اندیشیده ایستادن برای مهیا کردن شرایطی یا که محیط سازنده، محیطی که در آن سرمایه‌گذاری خارجی توانند در ما سرمایه‌گذاران فعال باشند و حقوق آنها را ما حمایت کرد توانیم و این محیط ساخته شده است. این محیط هست و امکانات ها از امکانات ها بسیار چیز وابسته است. امکانات ها این ذخیره ها است، ذخیره های چی ذهنی، چی ذخیره های طبیعی و غیره. البته در یک روز چیز ساخته نمی شود، ولی مهم است که ما سیاستی درست داشته باشیم. یعنی من سیاستی مثلا اقتصادی رو در نظر دارم، سیاست در ساحه صنعت رو در نظر دارم، سیاست در ساحه سودا و غیره سرمایه‌گذاری نظر دارم و ساختارهای داخلی که در این سهم خوب وظیفه خود را سر وقت اجرا کنند. و خوب می شود اگر شما هم نظر و اندیشه خود را درباره این مسئله به ما بگویید، چه در صفحه azadi.org یا در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. خوشبخت قربان ممدوف، کشتیگیر تاجیک که آخر ماه گذشته در یک مسابقات داخلی آمریکا پیروز شد، میگوید در صورت به دست آوردن جام آمریکا این کشور را در مسابقات جهانی نمایندگی میکند. خوشبخت 4 ماه است که در آمریکا تمرین میگیرد و میگوید از هموطنانش در تاجیکستان بسیار سپاسگزار است که او را دستگیری میکنند. روز گذشته در این باره با خود خوشبخت از طریق اسکایپ صحبت کردیم. مسابقات آمریکا در رشته جودو برایتون چی داد؟ چی تجربه آموختید؟ برای من یعنی در آمریکا اومدم، سر اول من در اینجا اومدم دکومنت‌ها را حول دودگیم، خدا خواهد من امی دکومنت میگیرم و انشالله برای مسابقه جام آمریکا هست که من در اینجا اشتراک میکنم. و این مسابقاتی که گفتید، مسابقه آمریکا در سراسر آمریکا کی برگزار می شود؟ خدا خواهد ماه اپریل، انشالله ماه اپریل برگزار میگردد. کالیفرنیا، شتات کالیفرنیا برگزار میگردد. انشالله در اونجا هم خدا خواهد جای یکم رو نشان میکنه. و خوشبخت جان، زیر پرچم کدام کشور مبارزه میبرید؟ تاجیکستان، آمریکا یا جای دیگر؟ من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان را فقط میبرداشتم و اینام امریکا من برامن میکنم، پرچم امریکا میبردارم، لیکن من تاجیکم. هدف نهایتون چی هست؟ شاید پیروز شدن در بازی‌های المپی در جهان، نمیدونم. سر اول امی ورزشگری که به امی ورزش مشغول می شود، یعنی به خود یک چی میموند که بازی‌های المپی. خدا خواهد که من امی جام آمریکا را غالب میبرم، بعد به جام جهان، یعنی این سال که چمپیونات جهان در ونگریا برگزار میگردد، من خدا خواهد اینام امریکا میرم به همین مسابقه.
و گفتگوی کامل با گوشتگیر تاجیک را در وبسایت azadi.org شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و بیننده ارجمند متاسفانه دو خبر دیگری ما ماند، یکی درباره مرگ دو مهاجر تاجیک در روسیه و هم درباره آنکه تعداد استفاده برندگان اینترنت و کاربران تلفن‌های همراه در تاجیکستان کاهش یافته است. این خبرها را در وبسایت azadi.org بخوانید. و اینجا رسیدیم به پایان اخبار امروز. من طاهر سفر با شما بودم. اخبار بیشتر در وبسایت ما azadi.org، در فیسبوک، در صفحه رادیو آزادی، در یوتیوب، در شبکه آزادی ویدیو.